من دویما فکر میکنم چی با رزق مردم همین تاجیک کم شدگی برین مسئله خلق چی با رزق مردم ما خیلی کم شدگی برین دلش بازگو نشه نگاه کنید کار بسیار میکنند برای کارش نیست بیچاره مهنت بسیار میکنند نیک رزولتاتش میذارنی چرا خاکم همچون روشناس با روانشناس بسیار چیزوش آموختگی هستم یکم بسیارش دروغگو فهمو این گپی من شوخی نیست دروغ دویمش یک دیگرش با بخیل رزق خدا میتید بخیلی کردن در کار نه وقتی که شما دیدید که یک کس کارش پیش میرد فقط دو کردن که پروردگار وای بدادی باز زیادتر تی من بهم تی خرسند شدم در کار من شما ببینم که موفق شدم من خرسند شدم در کار چی با شما موفق شد با یک همسایم موفق شد با یک خویشم اوج شما 5 کس شدید یک روز نه یک روز منم موفق میشم چون که من خبرت شما با موفق آدمو بستم بله این چیز به ضرور همین محیط بعد سومش این که حق یکدیگر خوری بسیار آدم باید که حق یکدیگر رو نرسد خدا ترسی فقط نمازخونی با نیست فقط ریشداری با نیست فقط مسجد روی با نیست خدا ترسی انسان بزرگ شدنه که وقتی که شما هیچ کس نمیبیند شما از کار بد دست میکشید هیچ کس نمیبیند بغیر از شما خداوند شما دیدن نمیته نیکی شما همون کار بد نمیکنید چیزی کسی نمیرسید بخیلی نمیکنید کس با درون تازه بودنش در کار درون بیرون یک شونش در کار مردم ما همین خیلی کرده گفته تربیت کردن ما در کار فهمو تشکر بعد برای کی کار میشد